سلام دوستان، روزتون بخیر. فرض کنین از سیستم حسابداریتون قسمت شرح سند به این صورت استخراج شده و فرض کنین مثلا این حالا 12 ردیفه، 1,000,000 ردیف باشه. میخواین شماره چک رو از این متن استخراج کنید. اگه بخوای دونه بدونه اینا رو بنویسی کلی زمان میبره. حالا ما با یه ترفند این مشکل رو حل میکنیم. یه دونه از چکا رو می‌نویسیم روی تب دیتا، فلش فیل میزنیم، خودش اتومات همه چکا رو از این متن استخراج میکنه. نکته بعدی، فرض کنید ما یه ستون داریم به این صورت، میخوایم آ زیر آ ب زیر ب سه همینطور ادامه دار کپیشه. چیکار میکنیم؟ میریم روی ستونه F5 میزنیم، اسپیشال میزنیم، بلنک ها رو میگیریم، یه مساوی میزنیم، آ رو انتخاب میکنم، کنترل اینتر. چقدر قشنگ همه زیر هم کپی شد. نکته بعدی تکست تو کالمز. میخوایم اینا رو این متن از هم جدا کنیم. متن انتخاب میکنیم، تکست کالم میزنیم، دلیمیتد انتخاب میکنیم، نکس. حالا اینا به هر صورتی که از هم جدا شده، ممکنه کاما باشه، اسپیس باشه، سیمکولون باشه. حالا ما اینجا از طریق اسپیس از هم جدا کنیم، نکس میزنیم، فینیش. قشنگ از هم جدا شد. دوستان لطف کنین ویدیو رو لایک کنین. روزتون خوش.